حال شما چطوره؟ یعنی یادم رفت من رفتم یه دونه اسکارف از تلیا خریدم که تل پشتشون اسکارف اینجوری دانتل داره و از اون خریدم. یادم رفت فیلم بگیرم، یعنی هی تصمیم گیری داشتم میکردم و اینا نشد. به خاطر چی رفتم خریدم بود؟ افتتاحیه داریم. خب الان دارم میرم که فینگر فود درست کنم. پس خانوم افتتاحیه داریم. احساس میکنم و خیلی همچین تیپم موچی و با کلاسی میشه. حالا میگم فیلم بگیر اگه باز یادم نره. هنوز عادت نکردم این چهره مردمی بودن من که بعد از همه چی فیلم بگیرم. دارم میرم خونه مادر شوهرم اینا تا با کمک هم آماده کنیم اینا رو. افتتاحیه شوهر من کارگاه MDF داشت، بعد الان اینو گسترشش داد، خیلی بزرگترش کرد، خدمات MDF و اینا میده. بچه 4 تا از این شو نوشیرم درست کردیم. همزمان با بریده شدن روبان کارگاه وودلند دستا سلام بچه ها، امروز اولین روز کاری منه. این دفتره بنده دفتر پر گل خیلی به هم میخوره دیگه. اینجا رو باید تمیز کنم، خیلی کار دارم. من نمیدونم از کجا شروع کنم. اینجا نیاز به تی داره، تی نداریم. نمیدونم اینا رو چیکار کنم. یه سریاشون نیاز به آفتاب دارن این گلا، یه سریاشون ندارن. باید اینا رو جابجا کنم. فعلا به این مرحله رسیده. این تیکه رو تمیز کردم، اونا بعد از اونجا برداشته بشن کامل ابزار کارم. اونا که از اونجا برداشته بشن بعد اینا رو دارم تو نت میزنم این گلا را ببینم کدوماشون به نور احتیاج دارن کدوماشون ندارن. هر کدوم که دارن رو بذارم اون جلوتر، هر کدوم به نور احتیاج دارن رو بذارم عقب‌تر. آره ولی تی نخی میخوام آخرش. نمیدونم این لکایی که هستم چجوری باید ببرم. تا اینجا وای خدایا. به این صورت پیش رفت و این صندلی‌ها رو گذاشتم. الان میخوام همه این پلاستیک صندلی‌ها رو بکنم. منتها چجوری شما ببینید. اجازه بریم. پدرم در اومد، خیلی خسته شدم از 9 که اومدم الان ساعت 11:30. اصلا یه دقیقه هم نشستم تا اینجا رسیده. فعلا تازه نتیجه نهایی اون چیزی هم که میخواستم نشده. فعلا اینجا رو اسپیدتا باید بیارن، سطل آشغال رو باید بیارن، این چیزا رو که بیارن برای رو میز باید یه سری وسیله بخرم و اینا اوکی بشه دیگه میتونم بگم که دفتر آماده است. رو سریع من نبینید ولی نتیجه نهایی اینجوری شد. بازم کار داره این کف هی رفت آمد میشه. الان وای پیشی این باید موقعی رفتن آب بریزیم و بریم که این خودش خوش بشه بدون اینکه لک بزن. این ور هنوز مونده، این ور از این در
سلام به همراهان خودم، حالتون چطوره؟ چون که دیدین ما یه افتتاحیه خیلی فورس ماژور، خیلی فشرده داشتیم. مثلا تو یه روز تصمیم گرفتیم که افتتاحیه اون تاریخ باشه. خیلی سخت بود که مثلا مهمون دعوت کنیم، می‌خواستیم مسئولا باشن، حضوری رفتیم دعوتشون کردیم، یعنی اینجوری بود که این مسئولا حتما باید نامه‌نگاری بشه و اینا. ولی چون ما یه تصمیم گرفته بودیم، تیری تو تاریکی انداختیم و مثلا رفتیم حضوری دعوتشون کردیم و اومدنم خدا رو شد. دیگه به آدم‌ها که میشناختیم معرفی کردیم که باید آشنا بشن با این مجموعه زنگ زدیم و خیلی هم نتونستم واقعا تماس بگیرم. شاید مثلا اگه وقت بیشتری داشتم، اگه یه پروژه مثلا یه هفته بود، از اول هفته میدونستم که آخر هفته، حتی 3-4 روز قبلش میدونستم، خیلی بهتر مدیریت میکردم. لیست مهمون مینوشتم برای پذیرایی، برای همه چیز با برنامه‌ریزی میرفتم جلو. ولی خب اینجوری پیش اومد و دیگه منم که میدونی دوستان آدم سخت بگیری نیستم، خودم رو میسپارم به دریا و باد و هر چی که اتفاق بیفته خودم رو باش وقف میدم. دیگه همون صبحش ما تصمیم گرفتیم که یه فینگر فودی درست کنیم. همه کارام، مثلا همه کارهای تدارک، نمیدونم شربت، آب، اینا رو، صندلی، اینا رو همسرم خودش چیده بود که منم اصلا در جریان نبودم، یعنی وابسته به من نبود که بخوام هم اون کار رو بکنم هم بخوام یه فینگر فود درست کنم. خب دوستان عزیز، به ولاگ سر کار من خوش اومدید. ببینید این گلایی که بر من آوردن، این گل مصنوعیه، خب ولی اون برگاش طبیعیه، اون برگا این سفیدا که بهشون عروس میگن. خب دیگه من نمیدونستم اینا چیکارش کنم. می‌بینید تو میز که میذاشتمش جلوش، هم که اینجا طبیعیه، بین مصنوعیه، بین گلای طبیعی چی کار میکنیم. بچه من همه گلامو واقعا دوست میدارم از صمیم قلبم. نگاه کنید، ولی یه حالت بی‌حالیه. مثلا اینو نگاه، این چرا اینجوریه؟ اینجوری شبر شده به سمت پایین، یا بالا باشه سر بلند اینا، یا اون مثلا برگاشی داره میریزه. اینجوری نگاه، این برگاهی من واقعا مثلا هفته یه بار اینا بهش آب میدم، ولی بعد اینجوریه. یا این مثلا سرباز زمین گردشه، من هفته یه بار فکر کنم، بعضی وقتا دیگه میبینم خیلی بی‌حالن، هفته 2 بار بهشون چیز میدم. و بچه‌ها ببینید اینجا چقدر خاکه، به خدا من اینا رو خودم جارو میکنم. امروز جارو نکردم، ولی جارو که میکنم یه ساعت بعد دوباره همین شکلیه، چون از اون دره که میان گرد و خاکی با خودشون میارن. اینجا میزاست بچه‌ها، این میزا کاره خودمونه، خیلی تونتوریایی‌ان و خیلی خوشگل و با کلاسن. این دستمال بنده است که هر روز میزم و باش پاک میکنم، چون که خیلی گرد و خاک میگیره و وقتی میشینم دستم گرد و خاک میشه و من دستم به گرد و خاک حساسه و پاک کنم حتما میشه. اینم خیلی خوشگل بود، مثل درخت کاجه. بچه این کاجه رو یادتونه چقدر خوشگل بود، سرسبز بود، بعد اینجاش عالم تنه درخت بود و اینا. آقا من دیدم روز دوم این داره خوش شدن. هم روز دوم شروع شده به خوش شدن. مثلا خدایا مگه میشه مثلا گل توی 2 روز خوش بشه؟ بعد یکی از آشناهامون گفت که اینا این چوب الکی هست دوره. ببخشید بچه. آره این دیگه چقدر ساما اینا بهش بود. من فکر کنم از خودشه. بعد یکی از آشناهامون گفت که نه، اینا رو تزیینی میذارن به این گلا و اینا رو باید جدا کنی ازش، برای همین داره خوش میشه. آقا ما اومدیم اینا جدا کردیم، دیدیم با میخ برداشت این چوبا رو زده. خب این معلومه خوش میشه. الان هم مثل اون موقع روند خوش شدنش که یه هوی خوش شد نیست، ولی خب بعد مثلا من تو رشد این گلو برگ انجیری واقعا تخصص دارم، چندشو بزرگ کردم، ولی این گل همه تازن و گل مورد علاقه من ایشون هستن. خیلی خوشم میاد. بهشون میگن لیترالی فرفری که هست، خیلی خوشم میاد ازش. دیگه همین. اینجا هم که میزه و هی بچه رفت آمد میشه، من نمیتونم بگیرم. این هم یه گله، نمیدونم چی آورده. اکثر این گلا رو یادم نیست کی آورده، تک و توک میدونم کی آورده این گلا رو. این هم روغن هیدرولیکه برای دستگاه ها. نام دست رنگن که مثلا مشتری ها میان انتخاب میکنن. آب زیاد. این البته مال گلامه ها، گذاشتم اینجا تو اون آب جوشیده آوردم.
اینجا دفترامونه، میز کارم پرینتر. من با این کامپیوتر خیلی کار میکنم. اینم رمان از کتابخونه گرفتم. الان بذاریم بهتون بگم کجاشم. فصل سوم صفحه 69. خیلی ازش تعریف شنیدم. بعد مثلا من تو رشد این گلو برگ انجیری واقعا تخصص دارم. چندشو بزرگ کردم ولی این گل همه تازن و گل مورد علاقه من ایشون هستن. خیلی خوشم میاد. بهشون میگن لیترالی فرفری که هست. خیلی خوشم میاد ازش. دیگه همین. اونجا هم که میزه و هی بچه ها رفت آمد میشه. من نمیتونم بگیرم. اینم یه گله، نمیدونم کی آورده. اکثر این گلا رو یادم نیست کی آورده. تک و توک میدونم کی آورده این گلا رو. اینم روغن هیدرولیکه برای دستگاه ها. نام دست رنگن که مثلا مشتری ها میان انتخاب میکنن. آب زیاد. این البته مال گلامه ها. گذاشتم اینجا تو اون آب جوشیده آوردم. اینجا دفترامونه، میز کارم پرینتر. من با این کامپیوتر خیلی کار میکنم. اینم رمان از کتابخونه گرفتم. الان بذاریم بهتون بگم کجاشم. فصل سوم صفحه 69. خیلی ازش تعریف شنیدم. وقتا اینجا رو بگی یا خدا. دفتر مبنه رو چیزایی که مثلا هم میخوایم هم نمیخوایم. باز اینجا دست رنگاست. هم که صندلی منه. اینجا هم باز دفتر قرارداده. این مثلا بازی قرارداده. اینا همه اینجا هم که میرن توی کارگاه. دیگه فکر کنم همه چیز رو گفتم بهتون. حالا کار من اینجا چیه؟ من حسابداری میکنم. این چیزا هستن که مثلا ورقا رو میخوام برش بدن و اینا. یه سری اندازه به ما مشتریان میدن. این اندازه ها رو تو نرم افزار وارد میکنم، میفرستم قسمت برش. هماهنگی ها رو انجام میدم و اینجوری. بچه من خیلی اینجا کارم مهمه. فکر نکنید کار من مهم نیست. اینجا مهمترین کار من میتونم بگم دارم توی این. حال کردید؟ مهمترین کار اینجا باسماس. فکر کنم همه چیز رو گفتم. ویدیوهای خفنی هم که فیلم بردار داشتیم دیگه با فیلم گرفتن هم دارم شورت ببینش. کامنت برام بذاریم. حالا امیدوارم که هر کسی واقعا به هر امیدی با هر انگیزه‌ای یه کاری شروع میکنه اون کار براش واقعا بشه. یعنی مثلا هرس داره با همه کار هرس دارم ولی این هرس نتیجه بخش باشه و حال کنه با اون کار، خوشحال باشه از کاری که داره انجام میده. ممنون که تا اینجای ویدیو رو دیدین. لایک و بچه‌ها استیکر گل برام کامنت کنید. گل چقدر داشتم. و فعلا تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.